سلام گایز، چطورید؟ حال هواتون خوبه؟ هر جا باشید حالتون امیدوارم خوب باشه. من سامان سرش هستم. این اولین ویدیو میخوام آموزش بدم چطوری باید پروفایل یا از اینا بسازید. به این گزینه اونو بزنید. بیا خب الان به شما همه شونو قابلیتاشونو میگم. اینو نمیدونم، این میتونه بزرگ کنه. این مثلا اگه میخواید بیرنگش مثل سفید سیاهشو بردارید روی میزنید، این مثل یه جایی رو میکشید با اون یکم چیزی میکنه، اما میتونه همونجا رو با اون خطی که با این کشیدید میتونه کنین. این پاک کنه، زیاد ازش استفاده نکنه، خیلی بده. و اینم مداده که خب و این یه جوری بده، یعنی خیلی بد رنگش میکنه. این آب ریختنی، اینو نمیدونم، مشتی تستش کنم. چرا این چی؟ مثل این میکنه، این آبیه میگه مثل اینو نگاه کنید تار میکنه. خب بچه هم بشین که اینو این متد بزن. خب این بوکیته، میتونید با یه بار زدن کنید. این مداده یعنی یه جوریه، مثال های دیدید یه جوری اینطوری میکنه، یه جوری میشه مثل همونه. بعد اینم نوشتاریه، این فونت میخواد مثل تامنیل من میخواد چیز کنه توی کانال کده. اینو اصلا درد نمیخواد، اینو درد نمیخوره، این باید این درد میخوره. باش میشه مثل رنگو الان این نوعاتی این این به زمان عقب برمیگردونه، اینم به زمان به جلو، عقب جلو داره. این چی گفته بودم؟ همینه. خب نکنید. خب میدونید اینجا هم چیز پیدا بخوره، اینجا چیزای خوب داره، نمیدونم چیه. این ستارتی که باش باید شروع کنیده. بعد این چه ساکت. خب اینم لنگ تو آف انده، خیلی به درد میخوره. اینو حتما روی 40 بذارید. کو اینه. بعد این نوک مدادتونه. خب اینجا به جای مهم است، اگه دستتون بده خیلی چیز بکشید روی همین بذارید که دورش رنگی نارنجی کردن. اگه شما میخواد نه دستت خوب میتونید صافه کشید از این که دورش خط صافه. حالا یه چیز دیگه هم هستش که باید به شما بگم. اینجا شکلای نقاش کردن، این خط صاف میکشه، باید یه بار میکشه اینطوری خط میکشه، اما بده اصلا نکنید. این نمیشه، باید باشه باز کنید و این کارا. خب اینو میذاره، اینم چیزه دایره میکشه. این چهار گوشه نتیزه. این چهار گوشه داره. این مثل این هم، فقط یکم کج کل میشه اگه نبذارید. این هم مثل همین فقط صاف میشه، دایره میکنه. اینم 1 2 3 4
میکنم 2 میشه 6 ضلعیه. اینا بهتون نشون بدم اینطوری ساکت. حالا اگه میخوای عکس خودتون اضافه کنید روی این بزنید این بزنید این مثال عکستون رو مثلا این به سمت راست دیگه خب به سمت چپ میکنید روش بزنید ولی به سمت راست میشه کرد و اینو این یه دونه از اینا اضافه میکنه یه دونه از این اما همون قرمزیه توسیه خب من این یه دور اضافه میشه یعنی یه لایه روش اضافه میشه یه همون اینو بالا پایین میکنه اینم اضافه کرده اصل این شفافیت